های صوتی موفقیت تقدیم می کند. تغییر بزرگ. چگونه در 7 روز به یک کارآفرین موفق تبدیل شوید؟ نویسنده دارن هاردی. سلام، خوش اومدی. اسم من دارن هاردیه. من ناشر مجله موفقیتم. اول از همه میخوام بهتون تبریک بگم. اگه دارید به این کتاب صوتی گوش میدید، یعنی اولین قدمتون رو به سمت یک آینده بهتر برداشتید. شما تصمیمتون رو گرفتید که یک کارآفرین بشید. بهتر از این نمیشه. وقتی از دونالد ترامپ پرسیدم اولین کلید ثروتمند شدن چیه، اون بهم گفت فقط و فقط کار در بخش خصوصی. شاید هنوزم خیلی مطمئن نباشید و از خودتون بپرسید آیا این کتاب صوتی برای منم مفیده یا نه. منم میتونم بیزینس خصوصی خودم رو داشته باشم؟ احتمالاً از خودتون میپرسید آیا تصمیم درستی گرفتم؟ این کار برای من جواب میده؟ این کار برای خیلی‌ها جواب داده، اما من مطمئن نیستم برای منم درست باشه. شاید حتی فکر کنید من آدمش نیستم. من مهارت‌های لازمو ندارم، آشناهای زیادی ندارم، وقت ندارم و غیره. اما بدونید که این فکرها طبیعی‌اند. هر کسی که برای بار اول شروع به کار میکنه همین فکرها توی سرش میچرخه. توی این کتاب من همه این نگرانی هاتون رو برطرف میکنم و به شما نشون میدم که میتونید یک کارآفرین فوق‌العاده موفق باشید. باید چند راز خیلی مهم در مورد موفق ترین آدمای دنیا بهتون بگم. اول از همه کارآفرینای موفق یک روزی مبتدی بودن. درست مثل شما که الان اول راه هستید و تازه میخواید شروع کنید. دوم اینکه همه اونا استرس رو تجربه کردن. دونالد ترامپ، سر ریچارد برانسون، آنتونی هاپکینز، تونی هاک و خیلی های دیگه که من تونستم باهاشون مصاحبه کنم گفتن که روزهای اول کار خیلی استرس داشتن. پس شما تنها نیستید. وقتی بفهمید این حسالی که دارید طبیعیه و اصلا جزئی از روند کاره، آرامش پیدا میکنید. اما میخوام بهتون یک هشدار بدم. وقتی این حس بهتون دست میده، ذهنتون برای حفاظت از شما شروع میکنه به همه شرایط منفی که ممکنه پیش بیاد فکر کنه. پس بدونید که این اتفاقات میفته و شما نباید گول اینجور فکرهای منفی و بازدارنده رو بخورید. کاری که میخواید الان شروع کنید رو قبلا هزاران نفر با موفقیت انجام دادن. هیچ بهونه قبول نیست. این بهانه‌ها تاکتیک های حفاظتی ذهن شماست. بهشون توجه کنید. به آینده مهیج کارآفرینی خوش اومدید. 3-4 سال دیگر رو میبینم که با خودتون میگید وقتی اولین بار شروع به کار کردم و خوب یادمه چه دغدغه هایی داشتم، چقدر فکرهای منفی توی سرم میومد، اما خدا رو شکر که دست به کار شدم و از شکست نترسیدم. به خونه و زندگیم نگاه کن، چه زندگی خوبی دارم، چقدر خوبه که حتی میتونم بخشی از داراییمو به خیریه و آدمای نیازمند کمک کنم. خیلی خوشحالم که چند روز سختی کشیدم و تونستم این تغییر مهم رو ایجاد کنم. پس به خدا توکل کنید و دست به کار بشید. کاری که میخوام براتون انجام بدم اینه که بهتون کمک کنم توی زندگیتون تغییر ایجاد کنید. ذهنتون رو به ذهن یک کارآفرین تبدیل کنید. خب بیایید اول در مورد متغیرهایی که توی موفقیت شما در بیزینسی که انتخاب میکنید موثر هستن صحبت کنیم. قبل از همه چیز میخوام همه پارامترهای موفقیت رو مرور کنم. چی باعث میشه شخصی بتونه توی کارش موفق باشه و شخص دیگه نه؟ چه پارامترهای مشخص کننده تفاوت این دو نفره؟ شرکتی که توش هستید میتونه یکی از این پارامترها باشه. شرکتی که بهش ملحق میشید سیاست‌های متفاوتی برای مثلا فارغ التحصیل‌های دانشگاه با افرادی که از دبیرستان ترک تحصیل کردن داره. نه؟ البته اگه شرکت برای همه یه جور باشه دیگه یک متغیر به حساب نمیاد. محصولات و خدمات چطور؟ آیا محصولات ارسالی به محله‌های پولدار با محصولات ارسالی به محلات فقیرنشین یکسانه؟ آیا خدمات VIP به همه ارائه میشه؟ اگه همه یک محصول و یک جور خدمات دریافت میکنن، پس اینم نمیتونه یک پارامتر متمایز کننده باشه. حالا اختلافات جنسیتی چی؟ توی شرکت مرد و زنا یه جور حقوق دریافت میکنن؟ اگه همه این شرایط توی شرکتتون یکسان باشه، پس همه کارمندا یکسان هستن و شرایط کاری همه دقیقاً مثل همه. همه چیز برای همه یکسانه و فقط یک پارامتر میمونه که موفقیت یا شکست شما رو در بیزینس مشخص میکنه و ممکن نیست برای 2 نفر یکسان باشه. اونم خود شماست. خود شما اون پارامتر متمایز کننده اید.
من میخوام به شما کمک کنم که روی شخصیت خودتون کار کنید تا بتونید تغییر بزرگ ایجاد کنید. بتونید کسی بشید که توی بیزینس خودش موفقه. سطحی از موفقیت که هیچ وقت خوابش هم نمیدیدید. قبل از اینکه بهتون بگم چطور میتونید تغییر ایجاد کنید، باید انگیزه تغییر رو توی وجود شما ایجاد کنم. پس قبل از اینکه بگیم چطوری، باید بگیم برای چی. بدون یک جواب خوب و محکم به این سوال هیچ وقت سراغ قسمت چطوری تغییر رو ایجاد کنم نمیرید و در نتیجه توی کارتون موفق نخواهید بود. توی کتابم قید کردم که خواستن تنها کافی نیست. خواستن به تنهایی نمیتونه موفقیت رو تضمین کنه، مثل رژیم ها یا برنامه هایی که شاید قبلا داشتید. چیزی که نیاز دارید یک دلیل خوب برای رسیدن به هدفتونه. برای کارآفرین شدن باید یک جواب خوب برای این سوال که چرا باید این راه رو برم داشته باشید. میدونید چرا؟ با داشتن دلیل به کار میچسبید و دل سرد نمیشید. تا وقتی که برای کارتون یک دلیل خوب و قوی نداشته باشید، دونستن راه رسیدن به هدف بیفایده است. تا وقتی که انگیزه نداشته باشید و از صمیم قلب چیزی رو نخواهید، ممکنه در هر جای مسیر رسیدن به یک زندگی بهتر جا بزنید و از ادامه صرف نظر کنید. اگه خواستن شما به اندازه کافی قوی نباشه، اگه به اندازه کافی به هدفتون متعهد نباشید، مثل کسی میشید که یک رژیم غذایی رو شروع میکنه اما خیلی سریع ازش خسته میشه. پس این کار رو نکنید. بذارید یک مثال بزنم. فرض کنید من یک تخته به طول 30 فوت و عرض 10 اینچ رو روی زمین بذارم و به شما بگم اگه از روی این تخته رد شید بهتون $20 میدم. شما این کار رو انجام میدید؟ البته که انجام میدید. خب خیلی راحته. حالا اگه دو سر همون تخته رو روی سقف‌های 2 تا ساختمون 20 طبقه‌ای بذارم و باز به شما بگم اگه از روی تخته رد شید $20 بهتون میدم، اون وقت چی؟ باز این کار رو میکنید؟ به احتمال زیاد میگید نه، ممکن نیست از روش رد بشم. حالا تصور کنید که یک بچه توی ساختمون اون سمت تخت است و ساختمون هم در حال سوختنه. اگه از تخت عبور نکنید و بچه رو نجات ندید، بدون شک بچه میمیره. حالا چی کار میکنید؟ از روی تخت رد میشید؟ بله، خیلی سریع به نجات اون بچه میرید. حالا چرا دفعه اول که ازتون پرسیدم از روی تخته که روی سقف‌های 2 ساختمون عبور میکنید جواب منفی دادید و دفعه دوم تردید نکردید؟ ریسک خطرات که یکی بود. چی عوض شده؟ دلیل شما. چرای شما عوض شده. وقتی دلیلتون به اندازه کافی خوب و مستحکم باشه، تقریبا هر کاری رو ممکنه انجام بدید. باید فراتر از اهداف مالی نگاه کنید. اگرچه اینطور انگیزه ها خوبن، من خودم هم عاشق پولم، اما مادیات نمیتونن قلبتون رو به اندازه کافی برای این نبرد سخت محکم کنن. این علاقه باید از جای عمیق تری ناشی بشه. پس اولین کاری که میخوام انجام بدید اینه که چرای خودتون رو پیدا کنید. چرا میخواید یک کارآفرین بشید؟ چرا میخواید پول بیشتری در بیارید؟ میخواید بچه‌هاتون رو به بهترین دانشگاه‌های جهان بفرستید؟ میخواید به خیریه محل کمک کنید؟ میخواید برای پدر و مادرتون یک خونه بگیرید که از اجاره نشینی در بیان؟ میخواید برای زوجهای جوان مسکن تهیه کنید؟ میخواید برای جوانها شغل ایجاد کنید؟ خوب فکر کنید. برای چی میخواید روز و شب کار کنید و بجنگید؟ دلیل شما برای عبور از اون تخته که در ارتفاع بالاست چیه؟ چرا میخواید ریسک کنید؟ به نظر من و به نظر بیشتر مدیرهای موفق دنیا، مهمترین کشفی که باید در خودتون بکنید کشف علایق شخصیتونه. این علایق بنزین و سوخت لازم برای راه اندازی موتور کارآفرینی شماست. به هدفها و رویاهاتون رنگ میده. حالا دیگه میدونید که قدرت چرایی شما مثل موتور شماست و قدرت احساسی علایق شما مثل سوخت این موتوره. توی مرحله بعد باید از 5 مینی که کارآفرینی شما رو تهدید میکنه دوری کنید. حالا میخوام بهتون بگم این 5 مین چی هستن و چطور میتونید اونا رو دور بریزید. آماده اید؟ خوبه. مین شماره 1 همون پارامترهای موفقیتی هست که فکر میکنید دارید و براتون مزیته. هر چیزی که تا حالا برای به دست آوردنش تلاش کردید بیفایده است. میدونم که شاید به مزاجتون خوش نیاد، اما حقیقت داره. من دارم بهتون کمک میکنم که از یک مین زمینی خطرناک دوری کنید. پس باید بی پرده و رک بهتون بگم، وگرنه روی یک بمب میرید که حتی نمیتونید ببینیدش. همه تحصیلات و رزومه‌ای که دارید، همه جوایزی که برنده شدید و عناوینی که کسب کردید، همه‌شون بی ارزشن.
اونا توی موفقیت شما به عنوان یک کارآفرین هیچ نقشی ندارن. در اصل این پارامترهای موفقیت بزرگترین مانع شما برای موفقیت در این رشته است. میدونید چرا؟ برای اینکه چندین و چند سال وقت صرف کردید تا اونا رو به دست بیارید و تقویتشون کنید و بهشون متکی بودید. بیزینسی که الان میخواید شروع کنید در مورد شما یا کاری که میتونید انجام بدید نیست. شغل قبلیتون بر اساس تلاش‌های شما بنا شده بود. مدل این بیزینس جدید کاملا برعکسه. یعنی بر اساس اینه که بتونید به ده‌ها و صدها و حتی هزاران نفر یاد بدید انجامش بدن. قبلا 100% نتیجه‌ای که به دست می آوردید نتیجه تلاش مستقیم خود شما بوده. اما الان باید کاری بکنید که سرمایه‌تون یا آدمایی که استخدام می‌کنید براتون کار انجام بدن. میدونم که این مفهوم پیچیده‌ایه. برای اینکه مدل موفقیت شما بر اساس مهارت‌ها و روش‌هایی که شما دارید. اما حالا شرایط برعکسه. مسئله اینه که یک سیستم ساده داشته باشید تا هر شخص با هر مهارت و پیش زمینه‌ای بتونه هر کاری که خود شما انجام میدید رو انجام بده. باید سیستمی پیاده کنید که هر کسی با مهارت کم بتونه از اون هر جا و در هر زمان استفاده کنه. باید سیستمی پیاده کنید که هر کسی با مهارت کم بتونه از اون هر جا و در هر زمان استفاده کنه. یاد گرفتن این روش جدید خیلی سخت نیست. کار سخت‌تر شما اینه که روش فعلی خودتون رو فراموش کنید. مدل آکادمیکی که قبلا یاد گرفتید رو فراموش کنید و سعی کنید یک مدل ساده ایجاد کنید که بتونید به کارمنداتون آموزش بدید. حالا میخوام چند تا نکته بهتون یاد بدم که کمکتون میکنه روی مین زمینی شماره 1 نرید. اولین نکته اینه که هر چیزی که تا حالا میدونستید رو فراموش کنید. دوباره یک دانش آموز بشید، طوری که بتونید خیلی راحت درس‌های جدید بگیرید. تصور کنید یکی از شعبه‌های مکدونالد رو می‌خرید. مکدونالد سیستمی داره که کارایی خودش رو ثابت کرده و میتونه خیلی خوب پول در بیاره. حالا شما مثلا میگید میخوام توی یکی از همبرگرها تغییر ایجاد کنم. نه، این کارو نمی‌کنید. برای اینکه تولیدات مکدونالد پشتوانه تحقیقات خوبی دارن و کیفیتشون در طی چندین سال اثبات شده، پس فقط ازش پیروی کنید. نکته شماره 2 اینه که به سیستم اعتماد کنید و خودتونم بهش وصل بشید. لازمه سیستمی داشته باشید که هر کسی در هر زمانی بتونه بهش وصل بشه. اگه این اتفاق بیفته شما به سیستم تبدیل میشید. پس چی شد؟ اگر این اتفاق بیفته شما به سیستم تبدیل میشید. یعنی اون وقتی که دیگه لازم نیست 100% کارها را خودتون انجام بدید. خودتون نباید همه کارها را انجام بدید، بلکه باید بخواید سیستم همه کارها را انجام بده. سیستم نه فقط برای شما کار میکنه، بلکه برای هر کس دیگه‌ای هم کار میکنه. نکته سوم اینه که از ابزارها استفاده کنید. ابزار نباشید. یک شرکت بهترین ابزارهای ممکن رو برای استفاده شما ایجاد میکنه. اونا با بهترین متخصصها همکاری دارن و خیلی پول سرمایه گذاری کردن تا اجناس و طراحی و بسته‌بندی کنن و تبلیغ هم میکنن تا کالاها بهتر جلوه کنه. میتونید قضیه رو اینطوری ببینید که ابزار تبلیغاته. شرکتتون میتونه به تلویزیون یا روزنامه‌ها برای تبلیغ پول بده، اما به جای این پروسه شما سعی کنید خودتون این فرصت رو به دست بیارید. یعنی شما به عنوان یک منبع مورد اعتماد برای شرکت از ابزار تبلیغات استفاده کنید. اگه کالای شرکت رو تبلیغ کنید و طرفتون ازش خوشش بیاد، به جای اینکه شرکتتون به تلویزیون یا روزنامه پول بده، شما پول میگیرید. نه فقط یک بار، بلکه هر بار که مشتریتون جنس رو میخره پول میگیرید. این باعث تشویق شما میشه. مین زمینی شماره 2 عدم وجود ساختار و محدودیته. توی نگاه اول خیلی خوب به نظر میاد، برای اینکه آزاد به نظر میرسید و هیچ مرزی ندارید. به میزتون قول و زنجیر نشدید یا تمام روزا توی یک 4 دیواری حبس نمیشید. هیچ کسی نیست که از شما سوال بپرسه یا بخواد گزارش تحویل بدید. میتونید دیر بیاید یا زود برید. نیازی نیست برای مسافرت و تعطیلات از کسی اجازه یا مرخصی بگیرید. شما آزادید. میتونید انتخاب کنید که کی چه کاری رو انجام بدید. برای کسی که تازه میخواد کارآفرین بشه این یک فاجعه است. اینطوری عادت و انگیزه و نظم توی وجودتون ایجاد نمیشه. یه کمی فکر کنید.
زندگی بیشتر مردم ساختار مشخصی داره. وقتی شخص مدرسه میره بهش میگن چند واحد باید بگیره، چه نمره‌ای باید بگیره و چه برنامه‌ای باید داشته باشه. دیگران ازش انتظارات مشخصی دارن و عملکردشو میسنجن. نتیجه ها در کارنامه کاملا مشخص میشن، قبول یا مردود. وقتی مدرسه رو ترک کنید و یک شغل ایجاد کنید، باز هم کسی هست که به شما میگه کی بیایید سر کار، جاتون کجا باشه، چقدر باید بمونید، برای نهار چقدر زمان دارید، وقتی که در محل کاری دقیقاً باید چه کاری انجام بدید. برای شغلتون یک دستورالعمل مشخص دارید و ازتون میخواید که گزارش کارم بدید. در این زمان همیشه کسی هست که چشمش به شماست و شما رو مدیریت میکنه. شرایط شما در طی چندین سال گذشته همین بوده و شما بهش عادت کردید. حالا وقتی این ساختار ناگهانی از زندگی یک کارآفرین بیرون بره، اون شوکه میشه و دیگه نمیتونه کاری انجام بده. بدون داشتن یک رئیس که کاری رو ازتون بخواد انجام بدید و شما رو کنترل کنه، هیچ وقت دست به کار نمیشید. فقط هی میخواید برای انجام کار آماده بشید، ولی هیچ وقت در اقدام عملی نمی کنید. همش به کاری که میخواید بکنید فکر میکنید و لیست چیزایی که لازم دارید رو مینویسید، اما هیچ وقت وارد عمل نمیشید. مثل یک آدمی که فقط نشونه میگیره و هیچ وقت جرأت شلیک کردن نداره. همه روز باید کار کنید، اما در اصل اگه به کارهایی که کردید نگاه کنید میبینید هیچ کار مهمی انجام ندادید. پس اگه اون ساختار و چهارچوبی که بهش عادت کرده بودید و بردارید، برای یه مدت دور خودتون میچرخید و در نهایت وقتی میبینید کاری از پیش نبردید، باز به همون ساختار و روند گذشته برمیگردید، برای اینکه بهش عادت کردید. حالا میخوام بهتون کمک کنم که بتونید مین شماره 2 رو تشخیص بدید و به سلامت از کنارش عبور کنید. اولین پیشنهادم اینه که همیشه به طور نیمه وقت شروع به کار کنید. این نکته اونقدر مهمه که برای تفهیمش میخوام از مربیم آقای جیم ران کمک بگیرم. اونایی که جیم ران رو نمیشناسن بدونن که جیم ران بزرگترین فیلسوف بیزینس توی امریکاست. حالا بیایید به جیم گوش بدیم. وقتی برای اولین بار استخدام شدم، توزیع کننده یک محصول به نام باندا وایدا بودم. مربیم بهم گفت آقای ران، شما میتونید برای شروع به طور نیمه وقت کار کنید. مجبور نیستید که تمام وقت استخدام بشید. بهم گفت با 15 ساعت در هفته شروع کن. من تمام وقت روی شغلم کار میکردم و نیمه وقت برای پولدار شدن. برای اینکه از شغل دومم سود به دست می آوردم و سود هم پوله. این فلسفه خیلی برام جالب بود. تمام وقت دارم روی شغلم کار میکنم و نیمه وقت روی پولدار شدن. راهی پیدا کردم که نه تنها میتونم ازش امرار معاش کنم، بلکه میتونم ثروتمند هم بشم. میتونید تصورشو بکنید آدم چه حسی پیدا میکنه وقتی صبح به سر کارش میره، نه برای اینکه بتونه قبض‌ها و اجاره ها رو بده، بلکه برای اینکه پولدار بشه. وقتی شروع کردم اولین هدفم این بود. میخواستم درآمد کار نیمه وقتم به اندازه کار تمام وقتی که داشتم بشه. به این میگن معجزه کار نیمه وقت یا معجزه شغل دوم. این برای افرادی که میخوان کار نیمه وقتشون رو شروع کنن خیلی هیجان انگیزه. برای اینکه میتونن روی سودشون کار کنن و خیلی هم طول نمیکشه. اگه واقعا روی اون 15 ساعت در هفته تمرکز کنید و درست و با برنامه پیش برید، چند تا از مهارت‌هایی که یادتون میدم من به کار ببندید، خیلی طول نمیکشه که درآمدتون به اندازه کار تمام وقتتون میشه. خود من توی کمتر از 6 ماه به این هدفم رسیدم. حالا هدف دومم این بود که توی شغل دومم 2 برابر شغل تمام وقتی که داشتم پول در بیارم. توی کمتر از 1 سال به چیزی که میخواستم رسیدم. تونستم درآمد کار نیمه وقتم رو 2 برابر کنم. وقتی اینا رو برای بقیه تعریف میکنم، مشتاق میشن بدونن من چی کار میکنم. انقدر ادامه دادم تا آخرش از کار اولم که کار تمام وقت و استخدامی بود بیرون اومدم. حالا دیگه میتونستم با علاقه به کاری که دوستش داشتم و توش درآمد خیلی خوبی هم داشتم بپردازم. برای تغییر سبک زندگیتون چند ماه وقت نیاز دارید. برای همین داشتن شغل نیمه وقت خیلی با ارزشه. برای اینکه به شما کمک میکنه سبک زندگیتون رو عوض کنید. نباید یه دفعه از کار اولتون بیرون بیایید. پولی که توی شغل دومتون به دست میارید خیلی براتون جذابه و باعث میشه تشویق بشید. بقیه ازتون میپرسن امسال 3 سفر خارجی رفتی؟ چطور اینقدر پول جمع کردی؟ و شما میگید یه کار کوچیک نیمه وقت دارم. یا میگن 2 تا ماشین جدید خریدی؟ یکی برای خودت و یکی برای همسرت؟ چطوری؟ و شما میگید من ماهی $1000 درآمد اضافه دارم. اگه درآمد کار تمام وقتتون $1000 باشه مهم نیست، اما اگه کار دومی داشته باشید که ماهیانه $1000 به درآمدتون اضافه کنه، زندگیتون عوض میشه.
پس این شغل دومه که میتونه زندگیتون رو عوض کنه. خب با این پیش زمینه بذارید چند توصیه دیگه بکنم تا ساختار و نظم لازم برای موفقیت رو به دست بیارید. پیشنهاد دوم، یک جلسه خانوادگی ترتیب بدید. همه خانواده رو دعوت کنید و اهدافتون رو از کارآفرین شدن و ایجاد یک کسب و کار جدید برای خانواده روشن کنید. براشون توضیح بدید که با درآمد اضافی که این کار براتون به همراه میاره چه مزیت‌هایی برای خانواده ایجاد میشه. توضیح بدید که چه اثری روی زندگیشون داره. اولین کارمندای بیزینس جدیدتون باید جزو خانواده خودتون باشن. اونا لزوما نباید با شما کار کنن، اما باید به هر طریقی که میتونن از شما حمایت کنن تا بتونید کار و بیزینس رو جلو ببرید. لازمه همتون یک دل باشید و تمرکزتون رو روی ایجاد و توسعه کار جدید بذارید. برای اول کار شاید مجبور بشید یک سری چیزها رو قربانی کنید که برای به دست آوردن موفقیت‌های آینده لازمه. برای خانواده توضیح بدید که باید وقت بیشتری رو صرف کار کردن بکنید. شاید مجبور بشید شبها تا دیر وقت خونه نیایید و خیلی از محدودیت‌ها و مشکلات دیگه. پیشنهاد شماره 3. حالا وقتش سیستم خودتون رو شکل بدید. یک جای مشخص توی خونه داشته باشید که کاراتون رو در اون محل انجام بدید. کارتون رو فقط اونجا انجام بدید، نه توی اتاق حال یا نشیمن. طوری میشه که وقتی توی اون محل قرار میگیرید تمرکز میکنید و میتونید از بقیه اعضای خانواده بخواید که مزاحمتون نشن تا حواستون پرت نشه. اگه میخواید بیزینس خودتون رو موازی با کار تمام وقت و اصلی که دارید پیش ببرید، انجام این توصیه خیلی ضروریه. یک تقویم بردارید و دور بعضی از روزها خط قرمز بکشید. اینا وقتهایی هستن که باید صرف شغل دومتون کنید. مثلا روزهایی که قرار جلسه داشته باشید یا کاری انجام بدید یا وقتی که باید به شخص مهمی تلفن بزنید. زمانهایی که باید روی بیزینستون کار کنید رو مشخص کنید و از اون خطوط قرمز حفاظت کنید. به اون خطوط قرمز که میرسید طوری رفتار کنید که انگار زندگیتون بهش وابسته است. در اصل اگه درست فکر کنید میبینید که آیندهتون واقعاً به این خطوط قرمز وابسته است. پس سعی کنید اون زمانها رو صرف کار دیگه‌ای نکنید و روی افزایش بازدهی توی اون زمانها کار کنید. اما از طرف دیگه اگه وقت کار نیست پس کار انجام ندید. تنها راهی که میتونید توی دراز مدت اینطور دووم بیارید اینه که یک زندگی چند بعدی داشته باشید و علاوه بر بیزینستون به جنبه‌های دیگه زندگی هم توجه کنید. وگرنه خیلی کار سخت میشه و نمیتونید دووم بیارید. پس زود خسته میشید و قبل از اینکه تلاشتون به ثمر برسه کنار میکشید. پیشنهاد شماره 4. اهدافتون رو مشخص کنید. قبلا راجع به اهمیت انگیزه و قدرت زیاد پیدا کردن جواب چرا حرف زدیم. حالا باید یک نقشه بکشیم که بتونیم با کمک اون به هدفی که داریم برسیم. هر وقت ازم میپرسن یکی از مهمترین مهارت‌های لازم برای موفقیت چیه، میگم باید یاد بگیرید که اهداف بزرگی برای خودتون تعیین کنید. در راه رسیدن بهشون سمج باشید و در نهایت بهشون میرسید. رسیدن به هدف یک هنره. من توی 27 سالگی مالک یک شرکت 50 میلیون دلاری شدم. اینا رو برای این بهتون میگم که بدونید این مهارت‌ها چه کمک‌هایی بهتون میکنه. در طی 20 سال گذشته سعی کردم این مهارتمو اضافه کنم. تونستم سیستمی ایجاد کنم که نه تنها به شما کمک میکنه اهداف بزرگتون رو بیاین و ثبت کنید، بلکه بهتون یاد میده چطور میتونید به اون اهداف بزرگتون برسید. پس با برنامه‌ریزی و کمی صبر میتونید از مین شماره 2 هم به سلامت عبور کنید. میرسیم به مین شماره 3. تعهد. همونطور که در بحث مین شماره 2 گفتم، بزرگترین فایده میتونه بزرگترین خطرم باشه. مشکل اینه که وارد شدن به کار بیش از حد راحته. خیلی نباید قربانی کنید. گرچه همه آیندهتون به نتیجه کارتون وابسته است، یعنی اقتصاد مالی در آینده، اما این به نظر کافی نمیاد. پس همینجا یک مشکل ایجاد میشه. وارد شدن به بیزینس بیش از حد ارزون تموم میشه. اگه به سادگی وارد چیزی بشید، به سادگی هم میتونید خارج بشید. برای همینه که خیلی کارشون رو زود رها میکنن. پس مشکل از بیزینس نیست. مشکل از مردمه. کمبود تعهد به کار. مشکل مردمه. توی اکثر موارد این مین زمینی سر راه آدمایی که میخوان موفق بشن قرار داره و به احتمال زیاد شما هم بهش برمیخورید. این مدل بیزینس قبل از شما برای هزاران نفر جواب داده و خودشو ثابت کرده. خود بیزینس هم خیلی راحته.
لازم نیست تحصیلات یا پیش زمینه خاصی داشته باشید. تنها چیزی که واقعا لازمه تعهده. تعهدی که با اون به اندازه کافی روی بیزینس تلاش کنید و وقت بذارید تا بتونید به نتیجه مطلوب برسید. متاسفانه تعداد کمی هستن که به اندازه کافی تعهد دارن و میتونن تا زمان به دست آوردن نتیجه صبر کنن. بهترین تعریف تعهد که تا حالا شنیدم اینه. تعهد یعنی استمرار بر انجام کاری که قبلا قولشو دادید، حتی بعد از اینکه انگیزه انجام اون کار در شما کمرنگ بشه. بهتون اخطار میدم. الان شاید بیش از حد مشتاق شروع کردن یک شغل دوم باشید. شاید پیش خودتون فکر کنید که هیچ وقت تسلیم نمیشید. بالاخره موفق میشید. اما در نهایت این حس و حال رو از دست میدید. بعد از گذشت زمان به زندگی قبلیتون برمیگردید و همه چیز رو فراموش میکنید. اون موقع است که شما باید تعهد خودتون رو نشون بدید. حالت روحی شما در اون زمان دچار تغییر میشه. اما تعهدتون برای اینکه کار رو تموم کنید نباید اجازه دلسردی رو به شما بده. بهترین توصیه که میتونم توی کل این جلسه به شما بکنم اینه. آماده اید؟ خیلی خوب. پس با دقت گوش کنید. هر بیزینسی رو که شروع کرده باشید از الان تا 1 سال دیگه با خودتون قرار بذارید که روش تلاش کنید و ازش خسته نشید. متوجه شدید؟ خیلی راحته. توی این 1 سال هم کارهایی که راجع بهشون صحبت کردیم و میکنیم و انجام بدید. از ابزارهایی که دارید استفاده کنید. به شرایط کاریتون نظم بدید. اگه فقط 1 سال دوام بیارید و توی اون 1 سال خوب برنامه ریزی کنید مطمئن باشید موفق میشید. اگه از کل این کتاب صوتی فقط این نکته رو یاد بگیرید که باید به بیزینس تعهد داشت کافیه. حالا نوبت آقای رابرت کیوساکیه. بله، همون کیوساکی معروف که پدر پول در پدر فقیر رو نوشته. رابرت بهتون میگه کلید موفقیت در کارآفرینی چیه و چرا شما باید نه فقط برای 1 سال بلکه از نظر رابرت برای 5 سال این پروسه رو دنبال کنید. حالا به رابرت گوش کنید. وقتی که از ویتنام برگشتم پدر فقیرم به من گفت به مدرسه برگردم. اما یه حسی به هم میگفت که این کار درستی نیست. پس به جای مدرسه سعی کردم شخصیتم رو توسعه بدم و از خودم چیزی یاد بگیرم. بیشتر مردم تحت تاثیر شرایط قرار میگیرن و مغلوب میشن. به خصوص توی بحرانهای مالی. اونا شغلشون رو از دست میدن و بیپول میشن. اما اگه شخصیتی قوی داشته باشید، اگه روی توسعه شخصی کار کرده باشید، شما از مشکلاتتون بزرگتر میشید. اگه توی قرض گیر کردید، پس باید از بدیهیاتون بزرگتر بشید. اگه بزرگتر نشید، هیچ وقت نمیتونید مشکلاتتون رو حل کنید. اگه سالی $50,000 خرج دارید، پس باید قدر و اندازتون از این مقدار بیشتر بشه. این توسعه شخصیه. توی تفکر سنتی کارمندا باید از اینکه یک شغل دارن خوشحال باشن. تازه اگه هر کاری که مدیرشون میگه رو انجام بدن، سالی چند درصد ناچیز روی حقوقشون میره. اما این توسعه شخصی نیست. این بردگی شخصیه. شما برده سازمانتون میشید. اگه این چیزی که میخواید پس همونجا بمونید. بهتون خوش بگذره. این زندگی خودتونه، نه زندگی من. من یاد گرفتم که باید از مشکلاتم بزرگتر باشم. توی سال 1978 وقتی اولین بیزینسم رو شروع کردم تونستم کلی پول در بیارم. اما بعد چند مدت همه پولامو از دست دادم و تازه تقریباً $1,000,000 بدهی بالا آوردم. پدر پولدارم بهم گفت به تبریک میگم، تو شکست خوردی. موفق ترین کارآفرینا حداقل 3-4 بار شکست میخورن، اما هر بار باهوشتر میشن. اولین کاری که باید بکنی اینه که دنبال راهی باشی که اون $1,000,000 بدهی تو بپردازی. پس من هیچ وقت اعلام ورشکستگی نکردم، بلکه سعی کردم باهوشتر بشم و از $1,000,000 مشکلی که داشتم بزرگتر بشم. این بهترین دوره آموزشی بود که میشد داشت. مجبور بودم بیزینسمو دوباره بسازم و پول مردمو بهشون پس بدم. اما اگه کارمند بودم امکان نداشت بتونم $1,000,000 پول مردمو پس بدم. وقتی از $1,000,000 بزرگتر شدم سعی کردم هدفمو عوض کنم. حالا وقتش بود که چند صد میلیون دلار داشته باشم. پس توسعه شخصی یعنی اینکه شما از مشکلاتتون بزرگتر بشید. هرچی مشکلاتتون بزرگتر میشن شما هم بزرگتر میشید. پس باید دنبال مشکلات بزرگ باشید، چون که اون وقت به دنبال حل اون مشکلات میرید.
بیشتر آدما از مشکلاتشون کوچیک‌ترن. این نقطه توقف اوناست. شما نمیتونید یه شب پولدار بشید، اما اگه بخواید کاری رو شروع کنید که نتیجه بده، به نظر من باید حداقل 5 سال متعهد باشید. برای اینکه کارتون هر چی که باشه، چه بازاریابی شبکه‌ای، چه فوتبال، چه تولید و هر کار دیگه، باید زمان صرف کنید و سماجت به خرج بدید. خیلی وقتا وقتی شرایط کار سخت میشه، طرف جا میزنه و حتی قید بیزینسش هم میزنه. و همین دلیل همچین آدمی هیچ وقت نمیتونه موفق بشه. من روی 5 سال تعهد اصرار دارم. باید توی موفقیت سمج باشی.